پدر شقایق دهقان بود کرد، ختمش در مسجد شهرک غرب بود. من اون روز یه ماشین خریده بودم، ماشین نو، یعنی عین عروسک، پلاستیکای توش هنوز بود. پارک کردم و اومدم رفتم مجلس خط، برگشتم دیدم اون نگهبان سر اون کوچه داره اینجوری میزنه تو سرش که آقای مدیری بیا بدبخت شدی. من رفتم دیدم از روبرو که ماشینو میدیدی اینجوری بود. یک ماشین دیگری اینجا بود که با عقب اومده بود کوبونده بود، می‌خواست دور بزنه، با عقب ماشین کوبونده بود تو وسط ماشین من، در سمت راننده من چسبیده بود به در شاگرد و نصف ماشین نبود. من اومدم دیدم این، بعد دیدم که یه خانمی تو ماشین نشستن وایسادن تا من صاحبش بیاد، حالا نمیدونستن که مال منه. اشک سلام آقای مدیری من زدم. گفتم اصلا گریه نداره، اصلا ناراحتی نداره، هیچی نشده، چیزی نشده، این یه لک فقط ازش مونده از ماشین. آقای مدیری اصلا من هم میگفتم نه آخه شما نگاه کنین من چیکار کردم و حتی نگاه نکردن و حالت چهرهشون هم واقعا عوض نشد. بعد که شما رفتی گریه کردم.